سلام به شما که صدای ما رو میشنوید. اینجا فریاده و این اولین برنامه‌مونه. سلام به همه شنونده ها. شعار ما همینه، حقیقت را فریاد بزن. خب برای شروع میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که فکر میکنم دغدغه خیلیامون باشه این روزا. حتما منظورتون همین سریال‌های نمایشخانگیه دقیقاً. و مسیری که دارن میرن. انگار بعضیاشون یکم یا شایدم خیلی فاصله گرفتن از اون چیزی که ما به عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی میشناسیمش. بله، این حس وجود داره متاسفانه. بیاین یکم بازش کنیم. خب حتما خبر اون توقیف موقت یکی از همین سریال‌های پر سر و صدا رو شنیدید. آها، همون که اقتباسی هم بود. آره، اولش میگفتن مجوز نداشت و اینها. بله، دلیل رسمی که اعلام شد همین بود. گفتن پلتفرم پخشش هم تعهداتش رو رعایت نکرده و مسدود شده. خب اما نکته جالب اینجاست که انتقادهای یعنی نقدهای خیلی عمیق‌تری هم وجود داشت بهش. مثلا چی؟ مثلا منتقدا میگفتن با اینکه ظاهرش خیلی فرهنگیه، خب اقتباس از رمان معروف، بازیگرای شناخته شده، حتی موسیقی سنتی و اینا، آها، ولی در عمل محتواش خیلی چیز عمق نداره. یه جورایی رفته به سمت سطحی نگری، حتی بعضیا گفتن ابتذال. عجب. یعنی مفاهیم مهمی مثل نمیدونم عشق، خیانت، وطن پرستی، مقاومت، اینا چی شدن؟ خب به نظر میاد که اینا در حد یه سری کلیشه‌های خیلی دم دستی باقی موندن. پس یعنی اون ظاهر فرهنگی، اون اقتباس و اینا فقط یه پوسته بوده که به هر قیمتی مخاطب جذب کنن؟ یه همچین دیدگاهی وجود داره، بله. بعضیا معتقدن این بیشتر شبیه یه جور تحریف فرهنگیه. یعنی اسمش اقتباسه ولی در عمل محتوا خالی شده. دقیقاً. انگار اون روح اصلی اثر، اون تعهدی که توی رمان بوده اینجا دیگه نیست. یه جورایی گم شده تو نسخه تصویری. خب این نگران کننده است اگه بخوایم کلی تر نگاه کنیم. بله، و نگرانی بزرگتر اینه که اگه این روند ادامه پیدا کنه، خب هویت سینما و تلویزیون و کلاً تولیدات تصویری ما در آینده چی میشه؟ یه بحث دیگه‌ای هم بود در مورد کلک تبلیغاتی. شنیدید؟ آره، اینم مطرح شد. اینکه شاید اصلا خودشون میدونستن بعضی صحنه‌ها باعث میشه سریال موقتاً توقیف بشه. که چی بشه؟ که همین خبر توقیف بهترین تبلیغ بشه براشون. دیدید که چقدر سر و صدا کرد. حتی بعدش که اون صحنه‌ها رو حذف کردن و دوباره پخش شد، کلی مخاطب جذب کرد. یعنی یه جورایی از حاشیه برای دیده شدن استفاده کردن؟ احتمالش هست. قبلا هم انگار موارد مشابه داشتیم برای سریال‌های دیگه، مگه نه؟ چرا؟ یادمه. پس مسئله اصلی این انگار یه شکافی هست بین اون چیزی که مخاطب انتظار داره از نظر فرهنگی و اون چیزی که گاهی تو نمایش خانگی بهش میدن. بله، این اتفاق اخیر دوباره این نگرانی ها رو خیلی پررنگ کرد. خب سعی کردیم خیلی کوتاه یه نگاهی بندازیم به بخشی از این دغدغه‌ها، از فاصله گرفتن با ارزش‌ها گرفته تا این حواشی تولید و تبلیغات و اینا. البته که این بحث خیلی مفصل‌تر از این حرف هست و جای فکر بیشتری هم داره، قطعاً. و حالا سوال ما از شماست که دارید گوش میدید. به نظر شما سریال‌های نمایش خانگی این چند وقته چقدر تونستن به فرهنگ و ارزش‌های ما نزدیک بشن یا چقدر ازش فاصله گرفتن؟ منتظر شنیدن نظراتتون هستیم. نظراتتون رو حتما برامون بفرستید. تا یه فریاد دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.